من همیشه میگم که یک چیز در جهان باعث پیشرفت، خلاقیت، دیده شدن و کیفیت بالا میشه. یک فرمول خیلی کوچیک داره. اینکه کاری رو که انجام میدی به درست ترین، شرافتمندانه ترین شکل ممکن انجام. این در مورد همه چیزها فرقی نمیکنه که تو هنرمند باشی یا الکتریکی داشته باشی یا رنگکار ساختمون باشی یا هر چی. مثلا یک کلید یا پریز تو خونت شل میشه، تو بلد نیستی اینو صفر کنی، جا بندازی. میری الکتریکی سر کوچه یه دوستی رو میاری، میگه اینو برام سفتش کن، درستش کن. میاد اینو ماسمالی میکنه و یه چیزی بس کبریت میذاره از تو دیدی. بله. یه چیزی که این فقط وایسه میره. تو دوباره دو شاخه رو میزنی میکشی بیرون، کلا میریزه پایین. تو دوباره نمیری سراغ این طرف هیچ وقت. هر کی هم میپرسه الکتریکی میگه اینجا نری یا سر کوچه ما، برو یه جا دیگه پیدا کن. اما یکی میاد با تمیزی وسواس این کارو انجام میده، اگه پیچ خوب نداشته باشه یه دونه از صندوقش در میاره میزنه فلان فلان تر و تمیز.